بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزه است آن پروردگاری که بنده اش را شبانگاه از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامونش را برکت داده ایم سیر داد تا برخی از نشانه های خود را به او بنمایانیم. بیگمان او همان شنوای بیناست. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما به موسی کتاب تورات دادیم و آن را مایه هدایت بنی اسرائیل ساختیم و فرمودیم که جز من کارسازی برای خود بر نگزینید. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، به راستی او بنده ای شکرگزار بود. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. و در کتاب تورات به بنی اسرائیل وحی کردیم که قطعاً 2 بار در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً سرکشی و طغیان بزرگی خواهید نمود. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. پس هنگامی که وعده نخستین از آن 2 بار فرا رسد، گروهی از بندگان بسیار نیرومند و پیکارجوی خود را بر شما برمی‌انگیزیم تا میان خانه هایتان برای قتل و غارت شما به جستجو درآیند و این تهدید قطعاً باید به وقوع می‌پیوست. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. آنگاه پس از مدتی شما را بر آنان مسلط می‌گردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاری می‌کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن می‌گردانیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید. پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد، دشمن آنچنان بر شما مسلط می گردد که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و همان گونه که بار نخست وارد شدند این بار نیز به مسجد الاقصی داخل می شوند و بر هر چه دست یابند یکسره نابود می گردانند. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اگر توبه کنید امید است که پروردگارتان بر شما رحمت آورد و اگر به فساد بازگشتید ما نیز باز می گردیم و دوزخ را برای کافران زندان قرار داده ایم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بی تردید این قرآن به آیینی که استوارتر است راه می نماید و به مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند مژده می دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألیما. و برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عذابی دردناک مهیا کرده ایم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. و انسان در هنگام خشم نفرین می کند و بدی را می طلبد همان گونه که در مورد خیر دعا می کند و انسان شتاب زده است. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. و شب و روز را دو نشانه قدرت و عظمت خود قرار دادیم و نشانه شب را محو و تیره کردیم و نشانه روز را ظاهر و روشن قرار دادیم تا از پروردگارتان روزی بطلبید و شمار سالها و حساب اوقات را بدانید و هر چیزی را به تفصیل بیان کردیم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. و سرنوشت کردار هر انسانی را بر گردنش بسته ایم و روز رستاخیز برای اون نوشته ای بیرون میآوریم که آن را گشوده می‌بیند. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. و به او میگوییم نامه ات را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خیش باشی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هر که راه راست یافت جز این نیست که به سود خیش راه یافته و هر که گمراه شد یقینا به زیان خود گمراه شده است. و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیگیرد. و ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم تا وظایفشان را بیان کند. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را نابود کنیم نخست به ثروتمندان سرکش آنجا فرمان اطاعت از الله و پیروی از پیامبران می‌دهیم. سپس هنگامی که در آنجا به فساد و مخالفت برخاستند مستوجب وعده عذاب الهی می‌گردند. پس آنان را به کلی نابود می‌کنیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. و چه بسیار نسل‌هایی را که بعد از نوح زندگی می‌کردند هلاک کردیم و همین کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هر کس خواهان دنیای زود گذر است، به زودی هر که را خواهیم نصیبی از آن می‌دهیم. آنگاه دوزخ را برایش مقرر می‌داریم که در آنجا خار و رانده شده داخل خواهد شد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. و هر کس سرای جاودان آخرت را بخواهد و چنان که باید در راه آن بکوشد و مؤمن باشد، اینانند که از تلاششان قدردانی خواهد شد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هر دو دسته اینان و آنان را از بخشش و نعمتهای دنیوی پروردگارت بهره میرسانیم و بخشش پروردگارت از نیکوکاران و بدکاران منع نشده است. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بنگر که چگونه برخی از آنان را از لحاظ مال و مقام بر برخی دیگر برتری داده ایم و قطعاً درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هرگز معبود دیگری را با الله قرار مده که در غیر این صورت نکوهیده و بیاور خواهی نشست. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و پروردگارت چنین فرمان داده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها در کنار تو به سن پیری رسیدند، حتی کمترین اهانتی به ایشان نکن و بر آنان فریاد نزن و با نیکی و مهربانی با آنها سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و از روی مهربانی و محبت در برابر آنان فروتن و خاکسار باش و بگو پروردگارا، همان گونه که بر من رحمت آوردند و مرا در کودکی پرورش دادند، تو نیز به آنان رحمت آور. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا. پروردگار شما به آنچه در دلهایتان است آگاه تر است. بیگمان اگر درستکار باشید، او در حق توبه‌کاران آمرزنده است. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا. و حق خویشاوند را به او بده و تنگ دست و در راه مانده را دستگیری کن و ولخرجی و اسراف مکن. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. به راستی که اسرافکاران برادران شیاطین هستند و شیطان
همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. و اگر مالی نداری و در طلب رحمتی از پروردگارت که در آن امید بسته ای به ناچار از ایشان روی گردان شدی، با آنان به خوشی سخن بگو. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و هرگز دست از انفاق نبند و نیز گشاده دستی بسیار نکن که در غیر این صورت ملامت زده و حسرت زده بنشینی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بیگمان پروردگارت درهای نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد میگشاید و فرو میبندد، چرا که او به بندگانش آگاه و داناست. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. و فرزندان خود را از بیم تنگ دستی نکشید، ماییم که به ایشان و شما روزی میبخشیم، به راستی که کشتن آنها همواره خطایی بزرگ است. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد شیوه‌ای است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. و کسی که الله کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید، و هر که به ستم کشته شود به قیم او قدرت و حق قصاص داده ایم، پس وی نیز نباید در کیفر قتل زیاده روی کند. بی تردید او تحت حمایت الله و شرع مقدس می باشد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. و به مال یتیم جز به شیوه‌ای که نیکوتر است نزدیک نشوید تا آنگاه که به حد بلوغش برسد و به پیمان خود وفا کنید، چرا که درباره پیمان از شما پرسیده خواهد شد. و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. و هنگامی که در خرید و فروش پیمانه می کنید، پیمانه را کامل و تمام دهید و جنسها را با ترازوی درست وزن کنید. این کار برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بی تردید در قیامت گوش و چشم و دل همه مورد پرسش قرار خواهند گرفت. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. و در روی زمین با تکبر راه نرو، بیگمان تو نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز در بلندی و قامت به کوهها نمیرسی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. همه اینها گناهش نزد پروردگارت ناخوشایند است.
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. این از جمله حکمت‌هایی است که از سوی پروردگارت به تو وحی شده است و با الله معبود دیگری قرار نده که اگر چنین کنی سرانجام ملامت زده و رانده شده به دوزخ خواهی افتاد. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. آیا شما مشرکان گمان می کنید که پروردگارتان داشتن پسران را به شما اختصاص داده و خود از میان فرشتگان دخترانی برگرفته است؟ حقاً که شما سخنی بس بزرگ و ناروا میگویید. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. و به راستی ما در این قرآن حقایق را گوناگون بیان کردیم تا پند گیرند، ولی آنان را جز نفرت و دوری از حق نمی افزاید. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ای پیامبر بگو اگر بر فرض محال چنان که مشرکان میگویند با او معبودانی دیگر بود، در این صورت آنان برای تقرب و کسب خوشنودی پروردگار به سوی الله صاحب عرش راهی می جستند. سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. او پاک و منزه است و از آنچه آنان میگویند بسی برتر است. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست همه او را تسبیح میگویند و هیچ چیز نیست مگر آنکه به ستایش او تسبیح میگوید، ولی شما تسبیح آنان را در نمیابید. بیگمان او همواره بردبار و آمرزنده است. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. و ای پیامبر هنگامی که قرآن میخوانی میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند پرده ای پوشیده قرار میدهیم. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. و بر دلهایشان پوشش ها می نهیم تا آن پیام را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی می نهیم و هنگامی که در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد می کنی با نفرت پشت می کنند و می گریزند. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. و هنگامی که به تو گوش می سپارند ما بهتر می دانیم که به چه منظور و چگونه گوش می دهند و نیز آنگاه که به نجوا می پردازند ما از سخنانشان آگاهیم. آنگاه که ستمکاران می گویند ای مردم شما جز از مردی افزون شده پیروی نمی کنید. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بنگر چگونه برای تو مثلها زدند
پس گمراه شدند، لذا نمی توانند راهی به سوی حق بیابند. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. و کافران گفتند هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده و پراکنده‌ای شدیم، آیا دوباره با آفرینش تازه‌ای برانگیخته خواهیم شد؟ قل كونوا حجارة أو حديدا. بگو حتی اگر سنگ باشید یا آهن، أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. یا هر مخلوقی که در خاطرتان بزرگ می نماید، باز هم الله قادر است شما را دوباره زنده کند. پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان کسی که نخستین بار شما را آفرید. آنگاه سرهایشان را به علامت انکار در مقابل تو تکان می دهند و می گویند آن واقعه کی خواهد بود؟ بگو چه بسا که نزدیک باشد. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. روزی که الله شما را فرا می‌خواند، آنگاه در حالی که او را ستایش می‌کنید اجابتش می‌نمایید و می‌پندارید که جز اندکی در دنیا نمانده اید. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. و به بندگانم بگو که سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را برهم میزند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. و پروردگارتان به احوال شما داناتر است. اگر بخواهد به شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد شما را عذاب می کند و ما تو را نگهبان آنان نفرستاده ایم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. پروردگار تو به حال هر کسی که در آسمان ها و زمین است داناتر است و به راستی ما برخی پیامبران را با افزونی پیروان و اعطای کتاب بر برخی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور عطا کردیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. ای پیامبر بگو کسانی را که به جای او معبود خود پنداشته اید بخوانید، ولی آنها نمی توانند از شما دفع زیان کنند و نه قادرند که آن بلا و عذاب را به سوی شخص دیگری تغییر دهند. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. کسانی را که آنان می‌خوانند خود وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان می‌جویند و مشتاقند که بدانند کدام یک از آنان به پرستش الله نزدیکترند و آنان به رحمتش امیدوارند و از عذابش می‌ترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و پرواست. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا
كان ذلك في الكتاب مسطورا. و هیچ شهری نیست مگر اینکه ما آن را در صورت نافرمانی پیش از روز رستاخیز به هلاکت میرسانیم یا به عذابی سخت گرفتار میسازیم. این کیفر در کتاب الهی ثبت است. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. چیزی ما را از فرستادن معجزات درخواستی مشرکان باز نداشت مگر اینکه پیشینیان آن را دروغ پنداشتند و ما به قوم ثمود آن ماده شتر را به عنوان یک نشانه روشن دادیم ولی به آن ستم کردند و ما معجزه ها را فقط برای بیم دادن مردم میفرستیم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. و یاد کن هنگامی را که به تو گفتیم بی تردید پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤیایی را که در شب معراج به تو نمایاندیم و نیز آن درخت لعنت شده زقوم در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم می‌دهیم ولی جز بر سرکشی بیشتر آنها نمی افزاید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. و به یاد آور چون به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سپس گفت به من خبر بده این کسی را که بر من برتری داده ای به چه دلیل بوده است. اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ریشه‌کن خواهم کرد. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله فرمود برو که هر کس از ایشان از تو پیروی کند جهنم جزای شما خواهد بود که کیفری کامل است. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. و از ایشان هر که را توانستی به آوای خود تحریک کن و به سوی گناه بکش و با سواران و پیادگانت بر آنان بتاز و با ایشان در اموال و فرزندان شریک شو و به آنان وعده بده ولی شیطان جز از روی فریب به آنان وعده نمی دهد. این عبادی لیس لك علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. بیگمان تو هرگز بر بندگان من سلطه‌ای نخواهی داشت و همین بس که پروردگارت کارساز و نگهبان آنان باشد. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برایتان به حرکت در می‌آورد تا از فضلش بهره مند گردید. بیگمان او نسبت به شما مهربان است. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. و آنگاه که در دریا آسیبی به شما میرسد هر کسی را که جز او میخوانید ناپدید و فراموش میگردد. اما هنگامی که الله شما را به خشکی میرساند و از خطر غرق شدن میرهاند از توحید روی گردان میشوید و انسان همواره ناسپاس است. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. آیا از این که شما را در کناره خشکی فرو برد یا طوفان شن به سویتان بفرستد ایمن شده اید؟ در آن صورت هیچ نگهبان و کارسازی برای خود نخواهید یافت. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا مگر ایمن شده اید از اینکه بار دیگر شما را به دریا بازگرداند و تندبادی شکننده بر شما بفرستد و به سزای کفرتان شما را غرق کند، آنگاه برای خود در برابر ما هیچ کس را نمیابید که ما را درباره کارمان بازخواست نماید. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبها سوار کردیم و از انواع نعمتهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده ایم برتری بسیار بخشیدیم. یوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. به یاد آورید روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم. پس کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان داده می شود اینان نامه خود را با شادمانی می‌خوانند و کوچکترین ستمی نمی‌بینند. و من كان في هذه اعما فهو في الآخرة اعما واضل سبیلا. و اما کسی که در این دنیا از دیدن حق نابینا بوده است در آخرت نیز نابینا و گمراه تر است. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. ای پیامبر، نزدیک بود آنها تو را با وسوسه های خود از آنچه بر تو وحی کرده ایم بفریبند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و در آن صورت تو را به دوستی خود برمیگزینند. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. و اگر ما تو را ثابت قدم نمیگرداندیم به راستی نزدیک بود اندکی به آنان متمایل شوی. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. در آن صورت حتما تو را 2 برابر در زندگی و 2 برابر پس از مرگ عذاب میچشاندیم، آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی‌یافتی. و این کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا. و نزدیک بود که کافران با مکر و توطئه تو را از سرزمین مکه برکنند تا از آنجا بیرونت کنند
و اگر چنین می‌کردند و در آن صورت آنان نیز پس از تو جز زمان اندکی نمی‌ماندند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این روش و سنت ما درباره پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز سنت ما دگرگونی و تغییری نخواهد داشت. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را از زوال خورشید هنگام ظهر تا نهایت تاریکی شب برپا دار و همچنین نماز صبح را، چرا که در هنگام ادای نماز صبح فرشتگان روز و شب حضور دارند. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و ای پیامبر، پاسی از شب را از خواب برخیز و نماز بگذار. قطعاً این نماز شب برای افزونی مقام و مرتبه توست. امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و بگو پروردگارا، مرا در هر کاری به شیوهی درست داخل نما و به شیوهی درست خارج ساز، آنچنان که مورد رضای توست، و از جانب خود برای من دلیلی یاری بخش در برابر دشمنان قرار ده. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و از قرآن آنچه برای مؤمنان شفا بخش و رحمت است نازل می کنیم و این کتاب بر ستمکاران مشرک جز زیان نمی افزاید. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوسا. و چون به انسان نعمت ارزانی می داریم روی می گرداند و دوری می گزیند و چون آسیبی به وی می رسد نومید می گردد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. ای پیامبر، بگو هر کس طبق روش خود و متناسب با هدایت یا گمراهیش رفتار می کند و پروردگارتان به کسی که هدایت یافته تر است داناتر است. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. و ای پیامبر، از تو درباره روح میپرسند، بگو روح از عالم بالا و فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. و اگر میخواستیم قطعاً آنچه را به تو وحی کرده ایم از یادت میبردیم، آنگاه در برابر ما برای خود هیچ کارسازی و مددکاری نمیافتی. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولی چنین نکردیم و این به خاطر رحمتی از جانب پروردگار توست. بی تردید فضل او بر تو همواره بسیار است. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. ای پیامبر بگو اگر انس و جن همگی گردایند بر آن که همانند این قرآن را بیاورند هرگز همانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخی از آنان پشتیبان برخی دیگر باشند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به راستی در این قرآن از هر گونه مثلی گوناگون آوردیم، ولی بیشتر مردم جز سر انکار ندارند. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از زمین چشمه ای برایمان جاری کنی. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا. یا باغی از نخل و انگور داشته باشی و در لابلای درختان آن جویباران را جاری گردانی. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا. یا چنان که ادعا می‌کنی آسمان را پاره پاره بر سر ما بیفکنی، یا الله و فرشتگان را در برابر ما حاضر نمایی. او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. یا اینکه خانه‌ای پر نقش و نگار از نقره و طلا داشته باشی، یا در آسمان بالا روی و هرگز به بالا رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو پروردگارم منزه است، آیا من جز بشری فرستاده شده هستم؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. و چیزی مانع ایمان آوردن مردم نشد آنگاه که هدایت برایشان آمد، جز این که گفتند آیا الله بشری را به پیامبری مبعوث کرده است؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ای پیامبر بگو اگر در زمین به جای انسان فرشتگانی بودند که با آرامش راه می رفتند، مسلماً از آسمان فرشته ای را به عنوان پیامبر بر آنان نازل می کردیم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بگو همین کافی است که الله میان من و شما گواه باشد، بیگمان او نسبت به بندگانش دانای بیناست. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. و هر که را الله هدایت کند او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه سازد هرگز برای آنان در برابر او دوستانی نخواهی یافت و آنان را در روز قیامت نابینا
و گنگ و ناشنوا به رودر افتاده محشور می‌گردانیم و سرایشان جهنم است که هرچه شعله‌اش فرو نشیند شراره‌ای تازه برایشان می‌افزاییم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. این جزای آنان است، چرا که آیات ما را انکار کردند و گفتند آیا هنگامی که ما استخوان‌های پوسیده و پراکنده‌ای شدیم دگربار با آفرینشی تازه برانگیخته خواهیم شد؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. آیا ندانستند الله که آسمانها و زمین را آفریده است قادر است که همانند ایشان را بیافریند و همان پروردگاری است که برایشان اجلی مقرر فرموده که هیچ تردیدی در آن نیست؟ ولی ستمکاران جز انکار چیزی را نپذیرفتند. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ای پیامبر بگو اگر شما مالک گنجینه های بخشش و رحمت پروردگارم بودید باز هم از بیم خرج کردن و تنگ دستی از انفاق خودداری می کردید و انسان بسیار بخیل و تنگ نظر است. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و به راستی ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم. پس از بنی اسرائیل بپرس آنگاه که موسی به نزدشان آمد و فرعون به او گفت ای موسی بیگمان تو را جادو شده می‌دانم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی گفت تو قطعا میدانی که این نشانه ها را که باعث بینش هاست کسی جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است و به راستی ای فرعون تو را هلاک شده و زیان دیده میپندارم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس فرعون تصمیم گرفت که آنان را از آن سرزمین بیرون کند و ما او و همه کسانی را که با او بودند غرق کردیم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. و بعد از هلاکت او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین شام ساکن شوید و هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را محشور خواهیم کرد. و بالحق انزلناه و بالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا. و این قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و ای محمد تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا.
و قرآنی گرانقدر را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامی برای مردم بخوانی و آن را به تدریج و بر حسب رویدادهای مختلف نازل کردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ای پیامبر بگو چه به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بیگمان کسانی که پیش از نزول آن دانش یافته اند چون این آیات الهی بر آنان خوانده شود سجده کنان بر روی زمین میافتند. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. و میگویند منزه است پروردگار ما که یقینا وعده پروردگارمان انجام شدنی و حتمی است. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. و آنان گریه کنان بر روی زمین میافتند و تلاوت قرآن و تدبر در آیاتش بر فروتنیشان میافزاید. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را که بخوانید نیکوترین نامها برای اوست، و نمازت را به صدای بلند نخوان و بسیار آهسته اش نیز نکن و میان این و آن راهی میانه بجوی. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. و بگو ستایش مخصوص الله است که فرزندی برای خیش بر نگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و هرگز خوار و ناتوان نمی گردد که نیازی به دوست و کارساز داشته باشد و او را بزرگ بدار، بزرگ داشتی شایسته.